سلام، پرتودرمانی یا همون رادیوتراپی یکی از اصلی ترین سلاح‌ها برای مبارزه با سرطانه. ولی خب اسمش که میاد کلی سوال و شاید کمی نگرانی هم باهاش میاد. امروز میخوایم با هم خیلی ساده و شفاف ببینیم که این فرایند دقیقاً چیه و چطور کار میکنه. پس بیایید با هم این مسیر رو قدم به قدم طی کنیم. اول از همه میبینیم که اصلاً پرتودرمانی چی هست، بعد میریم سراغ علم پشتش، مراحل درمان رو با هم مرور میکنیم، در مورد نگرانی‌های رایج مثل عوارض جانبی حرف میزنیم و در نهایت به آینده این روش درمانی نگاه میکنیم. خب بزن بریم سراغ بخش اول. پرتودرمانی دقیقاً یعنی چی؟ ببینید، به زبان خیلی ساده پرتودرمانی یک درمان هدفمنده. یعنی چی؟ یعنی مثل یک تک‌تیرانداز با دقت خیلی بالا فقط سلول‌های سرطانی رو توی یک ناحیه مشخص هدف قرار میده و سعی میکنه تا جای ممکن به بافت‌های سالم اطراف کاری نداشته باشه. این تفاوتش با درمانی مثل شیمی درمانی مشخص میشه. پرتودرمانی یک درمان موضعی هست، یعنی فقط روی یک نقطه خاص تمرکز میکنه. اما شیمی درمانی یک درمان سیستمیک به حساب میاد، یعنی دارو وارد جریان خون میشه و روی کل بدن تأثیر میذاره. خب حالا سوال اینه که این پرتوهای نامرئی دقیقاً چطوری سلول سرطانی را از بین میبرن؟ جادوی پشت این قضیه چیه؟ برای اینکه بفهمیم پرتودرمانی چطور کار میکنه، باید بریم سراغ مرکز فرماندهی سلول، یعنی DNA. میتونید DNA رو مثل یک کتابچه راهنما برای سلول در نظر بگیرید. و اینجاست که داستان جالب میشه. پرتودرمانی 3 کار اصلی انجام میده. اول، پرتوهای پر انرژی به DNA یا همون کتابچه راهنمای سلول‌های سرطانی آسیب میزنن. بعدش چون DNA آسیب دیده، سلول دیگه نمیتونه درست رشد کنه و تکثیر بشه و در نهایت چون سلول سرطانی نمیتونه خودش رو ترمیم کنه، از بین میره. البته سلول‌های سالم هم ممکنه آسیب ببینن، ولی اونا خیلی قوی‌تر هستن و میتونن خودشون رو بین جلسات درمان بازسازی کنن. بسیار خوب. حالا که با اصول اولیه آشنا شدیم، بیایید ببینیم اگه شما یا یکی از عزیزانتون قرار باشین مسیر رو طی کنید، چه چیزهایی در انتظارتونه. این سفر درمانی معمولاً 3 مرحله اصلی داره. اول یک جلسه مشاوره با پزشک دارید، بعد یک جلسه خیلی مهم برای برنامه‌ریزی دقیق که بهش میگن شبیه سازی و در نهایت هم خود جلسات پرتودرمانی که به صورت روزانه انجام میشه. توی همون جلسه برنامه ریزی ممکنه چند تا علامت خیلی کوچیک مثل خالکوبی دائمی روی پوستتون بذارن. اینا جنبه تزیینی ندارن ها. اینا مثل یه جور سیستم موقعیتیاب یا GPS عمل میکنن تا مطمئن بشن که دستگاه هر جلسه پرتو رو دقیقاً به همون نقطه قبلی میتابونه. خب توی اتاق درمان چه خبره؟ شما خیلی راحت روی یک تخت دراز میکشید. تیم درمانی با استفاده از لیزر و همون علامت‌های روی پوست شما رو در موقعیت کاملاً دقیق قرار میدن. بعدش اونا از اتاق بیرون میرن ولی از طریق یک اینترکام با شما در ارتباطن. خود دستگاه ممکنه دور شما بچرخه و صداهایی مثل وزوز داشته باشه، اما اصلاً به شما برخورد نمیکنه و شما مطلقاً چیزی حس نمی‌کنید. کل جلسه شاید 10 تا 20 دقیقه طول بکشه، اما خود تابش پرتو فقط چند دقیقه است. و حالا میرسیم به یکی از مهمترین و رایجترین نگرانی‌ها. اینکه آیا این درمان دردناکه و عوارضش چیه؟ بیایید رک و پوسکنده بریم سراغ بزرگترین سوال. جواب قاطع و روشن اینه نه. خود فرایند پرتودرمانی مطلقاً هیچ دردی نداره. شما اصلاً متوجه نمیشید که پرتو چه زمانی روشنه و چه زمانی خاموش. ممکنه بعداً عوارض جانبی باعث ناراحتی بشن، اما خود پرتو هیچ حسی نداره. عوارض جانبی معمولاً فقط در همون ناحیه‌ای که تحت درمان ایجاد میشن. مثلا اگه ناحیه سر و گردن درمان بشه، ممکنه خشکی دهان یا تغییر در مزه غذاها پیش بیاد. یا اگه ناحیه لگن باشه، ممکنه مشکلات گوارشی ایجاد بشه. خستگی و تغییرات پوستی شبیه آفتاب سوختگی هم تقریباً در هر ناحیه‌ای ممکنه دیده بشه. اما نکته مهم اینه که شما تنها نیستید. تیم درمانی شما راه‌های زیادی برای کنترل این عوارض داره. از داروهای مختلف گرفته تا توصیه‌های مراقبتی و تغذیه‌ای. و خبر خوب اینه که بیشتر این عوارض چند هفته بعد از تموم شدن دوره درمان به تدریج از بین میرن.
بسیار خوب. در بخش آخر میخوایم به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. اینکه این درمان واقعاً چقدر مؤثره و تکنولوژی داره به چه سمتی میره. این عدد واقعاً شگفت‌انگیزه. پرتو درمانی به تنهایی در درمان قطعی حدود 40% از کل سرطان‌ها نقش داره. این یعنی بعد از جراحی این روش یکی از مؤثرترین ابزارهای ما برای درمان سرطانه. این یک آمار فوق‌العاده است. و جالبه بدونید که این تکنولوژی راه خیلی طولانی رو اومده. از اولین استفادهش در بیش از 100 سال پیش تا امروز که به لطف کامپیوترها و تصویربرداری‌های پیشرفته به یک درمان فوق‌العاده دقیق و هوشمند تبدیل شده. پس اصلاً فکر نکنید که پرتو درمانی یک روش قدیمی و از مد افتاده است. برعکس، یک حوزه تحقیقاتی بسیار پویا و در حال پیشرفته که دانشمندان هر روز دارن تلاش میکنن تا اون رو ایمن‌تر، دقیق‌تر و مؤثرتر کنن. و این ما رو به یک سوال هیجان انگیز میرسونه. آینده چه شکلی خواهد بود؟ الان محققان دارن روی روش‌هایی مثل پرتو درمانی فلش کار میکنن که پرت‌ها رو در کسری از ثانیه به تومور میرسونه. تصور کنید این درمان نجات بخش در آینده چقدر میتونه دقیق‌تر و حتی ملایم‌تر بشه. آینده واقعاً روشنه.